السلام علیکم شنوندگان گرامی. داستانی راغون. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراجعتنامه خود به مردم کشور 5 ینوری سال 2010 تأکید نمودند که راغون سرچشمه افتخار ملی هر یک فرزند تاجیکستان و رمز سربلندی امروز و فردای ماست. راغون هستی ملت ما و حیات و ممات دولت تاجیکستان است. در پرتو این سخنرانی سرور دولت اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون را در قرائت قربان صابر تقدیمتان می سازیم. گفتار یکم. داستان راغون. داستانی اول. محک ناموس. خدا به نور خود هر که را خواهد راه می نماید. قرآن سوره نور آیت 35. آغاز. بهمن ماه. آفتاب به خانه زحل ساکت شده، به دول و جدی وصل گشته. سردی در شهر سلطنت داشت، لیک از سردی نمی گویم و نخواهم گفت. نه از ترس نیز نمی گویم، از شادی خواهم گفت. ها زمستان نقرفام گل می آفرد، گل سفید شعر می بافد. پیراهنی برف بر درختان، چون جامه سبزی نیکبختان. چند روز قبل با وجود آن که مطبوعات خارجی ما را می ترسانیدند، تمام شور و آشوب، جنگ و خرخشه تاجیکستان را بر هم می زند. سالی بقره گسل کرده در گرد ارچه سبز با خنده و هزل و متاعبه سالی پلنگ را پیشواز گرفتیم. چراغ امید در دلمان فروزان، آینده نیک در تصورم گردان گشت. با آغاز هر سال نو امید و آرزوهای نو در دل ما زنده می شوند. آرزو زیباترین احساسات است که هستی و وجود انسان را منور می کند. آرمانهای ملی را در وطنداری و خودشناسی ملی می بینم. امشب خواب از چشمم گریخت. نخست خوابی عجیبی دیدم. آسمان می جوشید، طوفان می خروشید، صدای رعد و برق غلغله می انداخت و ناخواست آذرخش برق در گنبد آسمان این کلمه را تولید کرد و به چشم و گوشم رساند: راغون. امشب انا همین کلمه خوابم را پراند. ستاره هم سویم اشاره می کند: راغون. دلم از شادی لبریز می گردد: راغون. شهر دوشنبه هنوز در خواب ناز است، اما جاذبه راغون وجودم را به وجد، دلم را به تپیش، قلبم را به جنبش می آرد. گویا راغون زبان بگشاده فریاد می کند: کجایی؟ و دم بدم بیخی گوشم نجوا می زند: برخیز ای صاحب قلم، جز به سوی راغون دیگر راه نیست. آره نیست. بیا ببین کارزار زمان را، بیا قرض فرزندی خود را انجام بده. و باز: برخیز ای صاحب قلم، زمان غفلت و تنبلی گذشت، هین اقدام است و سعی و جد و جهد. و شراره گلخن می زند. دلی مرا یک آهنگ، یک سرودی بسیار شناس و دلاویز بیقرار می گرداند.
این چه سرود است؟ دریافتم این سطرهای هیجان بخش حبیب یوسفی است که طنین می اندازد. وقت آن است ای قلم برنده تر گردی ز تیغ، وقت آن است ای سخن غرنده تر گردی ز برق. ابتدای همه خوشی ها حکمت است. حکمت راغون نور است. گفته گیگل به یادم می آید فارس ها نخستین خلق تاریخی به شمار می روند. آنها انکشاف را به وجود آوردند، تبدلات کردند که خصوصیت تاریخی داشت. در فارس بار نخست نور افکندند، روشنی دادند. این نور به عالم معرفت تعلق داشت. در دولت فارس ما یگانگی صاف عالی را می‌بینیم که به آزادی شخص راه می‌گشاید، نور پدیدار می‌گردد. ما وحدت را می‌بینیم که به فرد حکمرانی می‌کند، فقط از بهر آن که جسارت را بیدار کند، خصوصیت‌های مخصوص خیش را ظاهر نماید. نور حیات بخش است. وی به انکشاف مساعدت می‌کند. وی ضد تاریکی است. با شرافت این اصول فعالیت حیات ظاهر می‌گردد. شرط انکشاف در تاریخ فارس تنتنه می‌کند. از این لحاظ براستی تاریخ عمومی جهانی محض از تاریخ فارس آغاز می‌یابد. برحق راغون مثل خون به شریان درآمد. از این رو امروز راغون سرتلفظترین کلمه است. امروز این کلمه ورد زبان هاست و از خرد تا بزرگ با یک آواز راغون میگویند. راغون میگویند و دلشان گم میزند. امروز راغون سرخط همه نشیه ها است. امروز راغون شاهی کلمه ها است و این البته بی‌بحث و طبیعی است، زیرا راغون رمز وحدت، ننگ و ناموس ملت تاجیک. راغون ستاره درخشانی است در آسمان آرزو و امید تمامی مردم تاجیکستان. راغون ایمان است، بخت است. راغون آب و هوا و نان است. راغون مسئله حیات و ممات است. گویا کسی ندا زد ای دیل آسوده باش، یک دم ایست. احساسات شدیدی که در من بیدار شده بود به اسیان آمد. چی ضرور صبر و قرار و از هر کناره نیز به گوشم می رسد برو که جای صبر نیست. بله، وقتی آن است که پرواز کنم. آره، امروز لب فرو بستن گناه است. از مهر افروخته باید سخن گفت، زیرا هیچ چیز عزیزتر از سخن نیست. بیهوده در انجیل نآوردند اول سخن بود، سخن در نزد خداوند بود، سخن خداوند بود. بهترین گوهری گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. از دیگر جهت سفر به این ساختمان بزرگ عصر واقعا هم بهترین مکتب آدم شناسی است. این را استاد میرزا ترسونزاده درست تاکید کردند. روی عالم دیدن آدم دیدن است، نیک و بد را در جهان سنجیدن است. آره، با دیده دل خود دیدن راغون لذت دیگر دارد و با زبان هلالی میگویم سازم قلم ز دیده و آیم به سوی تو، تا هر قدم به دیده کشم خاک کوی تو. پس صبح کاذب لحظه تاریکترین شبانگاه فرا می رسد، اما فرارسی آن را احساس نمی کنم، زیرا دوشنبه چراغان است. دور و بر همه درخشان. شهر
ملیکه برفی به خواب رفته را یاد می آورد. آره، دوشنبه دنیای افسانه را می ماند. من خود را معجزه کار احساس می کنم. سینه را از هوای تازه و مبرا پر می کنم و نفس می کشم و نفس سیری ندارم، گویا شربت می نوشم. ماشین با ناز پیش می رفت و شعری به هم مؤلفی میهمان بختی نوشته سفر محمد ایوبی به یادم می آمد. مرهمی دلها شمیمت، عشق می بیزد نسیمت، می شود سرسبز و زیبا هر که می گردد مقیمت. ای دوشنبه منور، مهر در دل تاج بر سر. چراغ‌های دوشنبه زر و زیور می پاشیدند. ستاره ها گویا از رشک سوخته خاکستر می شدند. به یگان شک و شبهه راغون دوشنبه را باز هم زیباتر می کند. نه تنها دوشنبه را بلکه تمام کشور را چراغان و نورباران کرده نور و ضیا و صفا خواهد بخشید. آشیان عقابان. راغون. این کلمه آشنا چون نور خورشید جلا می دهد و مانند محبت مادر روحی مرا می نوازد. بله، راغون برایم آشناست. رسا 27 سال قبل تابستان سال 1983 به این ساختمان بزرگ آمده بودم. از همه دیده ها و شنیده ها احساس افتخار کردم و آن روزها برای همیشه در یادم نقش بست و آچر که نوشتم با نام آشیان عقابان که 7 اکتبر همان سال در روزنامه کامسمال تاجیکستان چاپ شد. حالا جوانان تاجیکستان. آفتاب طلوع می کند و آبشار نور بر روی دشت و دمن، کوه‌ها، شهر و دیهه ها می ریزد. این روز هم مثل روزهای پیشتره آغاز یافته باشد هم برای من غیر عادی بود. با هیجان تیاری سفر می دیدم. دفتر و قلم، باز بعضی تحفه ها برای آن آدمانی ناشناسی که شاید شناس شدن لازم آید به پورتفیل با ترتیب جای کردم. فکر کرده خود به خود می گفتم باز چی گیرم؟ باز مبادا. من از خرسندی به قول سری کلابم را گم کرده بودم. چرا شاد و مسرور نشوم؟ آخر آرزوی دیرینم جامه عمل می پوشد. براغون می روم. آره، براغون. افتوغزل پر از آدم بود. گویا زمین کفیده است و آدم برآمده است. دختران رنگین لباس، جوانهای بارخلطه یا جامدان بر دست که عزم سفر دارند در صحن کشاد آن دوغیج می کنند. آنها با چندین زبان حرف می زنند. کس سر حسابش را نمی رود. ای افتابوسی راغون نیست کو؟ جوانی به همراهش رو آورده می گفت با حیرت چخیل نیست. نگاه کن، در هیچ کجا نوشته نشده است. به لوحه هایی که نام شهر و ناحیه ها نوشته شده است اشاره می کند و گشته از مردی می پرسد اکا تا راغون کدام افتابوس می رود؟ به افتابوسی آبی گرم شینی. از دل می گذرانم که نقلیاتچیان همیشه بی حوصلگی ظاهر می کنند. فابریکه تماکو کیها سیگارت راغون، کامبینت ابریشمی لنین‌آباد سالنامه راغون را برآوردند. اگر از روزهای اولی سر شدن ساختمان افتابوس دوشنبه راغون تأسیس داده می شد، عینی مدعا می بود. در صحن افتوغزل هر کس حرکت می کرد که زودتر به افتابوس رسیده پیشتر جای نقص را گیرد. دو جوان آلفته با همدیگر صحبت کرده به آدمان
هوا بلندانه می نگریستند. نظر یکی به جوان لاغرندامی که بارخلتش را به زور کشاله می کرد افتاد. همراهش را نیخته کرده آهسته گفت: به این مورچه بنگر. دیگری به جوان رو آورد. به کجا می روی؟ به درواز یا غرب؟ نه به این و نه به آن. با لبخند جواب داد جوان: به راغون می روم. جوان آلفته تمسخر زد: نباشد کارت رسوا. چرا؟ در آنجا شرایط بد می گویند، جای استقامت نیست. میرزا چول را شنیده ای؟ چه خیر، دوزخی تپ تیار. به جای او جواب داد جوان آلفته: انا فهمیدی راغون از این بدتر. هیچ گپ نه. نگاه جوان چون چشمان تیزی عقاب بود. میدانم به توی نرفته ایستادم کو. اینک شهر دوشنبه در قفا ماند. از تریزه افتابوس پختزاران، درختان، راه و پیرهه ها، سیمچوب های تلگراف نمودار می شوند. راه عجب خاصیتی دارد. خواه و ناخواه کس را به فکر و اندیشه می آرد. توسین خیال را به کجاها می برد. من هم مثل دیگر مسافران به اندیشه داده شدم. روشنایی آرزوی دیرینه آدمیت بود و هست. از قدیم الایام مردمی مشرق زمین ضرب المثل دارد که از دهان به دهان گذشته تا ایام ما رسیده است. نیمی عمرت فروش و روشنایی بخر. همین است که قیمت روشنایی یکی از منبعهای خوب زندگی برای انسانها برابری بخت و سعادت است. تا انقلاب اکتبر در تاجیکستان همگی یک نیروگاه برقی 43 کیلووات قوت داشته در خوجند موجود بود. وی هم یک قسمی منزلگاه منصبداران پادشاهی را روشن می کرد و خلاص. منبع روشنی خانه های مردم چراغ سیاه، جین چراغ و در بعض خانواده های بخودتینج چراغ های کرسینی بود. تنها بعد برقرار گردیدن حاکمیت شوروی در تاجیکستان اولین نیروگاه برقی دیزلی ساخته شد که همگی 78 کیلووات توانایی داشت. بار اول خاندان آدمان را جای چراغ سیاه و جین چراغ روشنی لمپاچکه عادی عوض کرد که نه بوی داشت و نه دود. شبی سال 1937 نیروگاه برقی آبی ورزاب بالا به آدمان ستاره های درخشان نور تحفه کرد. اپریل سال 1949 نیروگاه برقی آبی ورزاب پایان جمهوری امان را چراغان کرد و زواد و فابریکه، کارخانه های نو به کار در آمدند. بعد نیروگاه های سربند، چرچره، مرکزی. آیا امروز حیات خود را به قوه برق تصور کرده می توانیم؟ نه، هرگز. برحق برق گنجی بی‌بهاست. این را همه می دانند. از این رو شعاری کمونیسم حاکمیت شوروی پلوس الکتریک کنانیدنی تمام مملکت به حکمت تبدیل یافته است. بله، برق یاوری بی‌بهای آدمی است. برق است که ماشینه جامه‌شویی، دستمال، تلویزور، رادیو، خانه‌روب و بسیار اسباب‌های دیگری روزگار را به کار می‌درآورد. بله، چه کارهایی را نمی کنند این اعجاز دست آدمی؟ حیف شدند. این ندای مردی میان سال رشته اندیشه هایم را برکند. افتابوس ما شهر آرجنیکیزی آباد را قفا مانده به راه هموار فیض آباد برآمده بود. به نگاه مرد نگریسته زود پی بردم که او چی را در نظر دارد. چند سال پیش درختان دو طرف راه را
کله‌بر کردند. گپ بود که برای راغون راه را وسیع می کنند، ولی تا حال راه چه طوری بود همان خیل ماند. لزیما می خزد و می خزد. هر چی قدر دورتر روی همان قدر دیه ها بیشتر گردیده نهایت کوه ها پیدا می شوند. دو نفر، یکی جوان دیگری موسفید 60-65 ساله، زیبایی های طبیعت را خاموشانه تماشا می کردند. موسفید از تماشای طبیعت افسونکار سیر شد، مگر که چشم کنده به جوان روی آورد. ادا کردی؟ چرا؟ خدمت وطن را. پدر، ادا نمودم. خرسندانه جواب داد جوان. پیرمرد با هوس کنجکاوانه لباسهای جوان را از نظر گذرانید، سپس پرسید: تو در کجا خدمت کردی پسرم؟ در ریسپوبلیکای دموکراتی گرمانیا پدر. بسیار خوب، ندانمود پیرمرد. اکنون به کجا رفتنی هستی؟ به کجا هم میشد پدر، جواب داد جوان. به خانه امون. میدانم که به خانه اتان، لیکن به کدام قشلا؟ تبسم نمود جوان. میدان. چی؟ میدان؟ مگر تو نمیدانی که اکنون میدان راغون نام دارد؟ موسفید راست میگو. اکنون در جای روستای خردکک ساحل وخش میدان که در آن همگی یک چند خانواده زندگی میکرد، نیروگاه راغون بنیاد میگردید. چند وقت پیشتر کلمه راغون نه به همه معلوم بود. اکنون راغون چیست؟ تو میدانی؟ راغون جای تولید است. زادگاه. بله، اکنون راغون برای بسیاری ها زادگاهی خاراکتر، زادگاهی روحیه، زادگاهی عائله، نهایت زادگاهی همان حوزه خردککی می باشد که از آن دولت رشد می کند، خلق نسل آینده تولید می یابد. چند روز پیش به 2-3 نفر جوان شهری مراجعت کرده پرسیدم که درباره راغون چی می دانید؟ بمی خورد. با سال دادری نارک به قدرت اکا. ساختمان ضربدار کامسمالی ریسپوبلیکا. امتحانگاهی متانت. جای سر روغن. لزیما می خزد و می خزد. راه تا رفت بالا می رود. مطار همواره غراس می زند. کس گمان می کند که این تل و تپه ها پایان ندارد. اکنون از طرف چپ راه دیوار، از طرف راست دره تنگ و چخور. از کپرو گذشته الکی قدقدی طرف راست دره و جانبی مقابل گویا به قفا روانیم. راهی که حاضرکک ما آن را طی کردیم به مقابلمان می دود. سفر ما در نظر بی‌معنی می نماید. از این دره راهی برآمد نمودار نیست. کوه‌ها آن را از 4 طرف پیچانده گرفتند. اتوبوس یک سیلتف خورده می ایستد. آب گرم ایستگاه آخرین. برحق است که می گویند دست آدم گل. سیمای دهکده آب گرم به کلی تغییر یافته است. دوراهه سرماشین، سوی کارزار اتوبوس و سمسول، تراکتور و تریلرها پس هم در تازند. آدم و مصالح می کشانند. از اینجا تا شهرچه بیناکاران 3 کیلومتر راه است. طول تمام راه بتانی. الحال اتوبوسی مشروطی نیست. لیکن در ایستگاه دهکده آب گرم نفس راست نکرده ماشین های رهگذر به سوی کارزار می برند. از روی مصلحت موسفید تهجایی راه هم را از بین خانه های نظرناگیر و کهنه طرف شمالی دهکده آب گرم دوام داده. تقریبا پس از 800-900 متر به لب جری رسیدیم که از آنجا شهرک بیناکاران چون آینه در کف دست میتافت. به آن نظاره میکنم و وجودم را هیجان گوارای
مملو می سازد. از دهه های سریپولک و دهی میرزا که 5-10 خانواده داشت نام و نشانه نبود. انا در جای هر دو دهه خردکک یک شهرچه زیبا قامت افراخته است. به شهرچه نگریسته روایت به یادم آمد. کی این را بافته است نمیدانم. در کجا شنیدم در یادم نیست. من یک روایت عجیب درباره حاتمی طای افسانوی آوردند که او در روی زمین هزارها سال زندگی کرده است. روز حاتمی طای قرار داد که به شهری سیر اهالی که هنوز 500 ساله نشده است سفر کند. لیکن او یگان نشانه شهر را پیدا کردن نمیتواند. در جای پایتخت پیشتره دهقان علف می‌دروید. السلام. نزدیک شده گفت حاتمی طای به دهقان. ولی کوتاه جواب داد دهقان. شهر کی ویران شد؟ پرسید از او حاتمی طای. چی؟ چه خیل شهر؟ در اینجا شهری کلانی بود. پایتخت. کجا شد آن؟ در اینجا هیچ وقت شهری نبود. جواب داد دهقان. چه خیل نبود؟ حیران شد حاتمی طای. شهر بود. من دیده بودم. ما درباره این شهر یگان چیز نشنیده ایم. از بین 500 سال گذشت. حاتمی طای باز به همان جا رفته بحر را دید. ماهیگیران تور می پرتافتند. ماهی شکار می کردند. چی معجزه؟ ندا نمود حاتمی طای. چی؟ نفهمیدند ماهیگیران. حاتمی طای به آنها روی آورده پرسید. لطفاً بگویید که این زمین را کی آب زیر کرد؟ چی ها گفته ایستاده ای موی سفید؟ در اینجا از ازل بحر بود. حاتمی طای باز پرسید. مگر پدر و باباهای شما چیزی نگفتند؟ پدر و باباهای ما درباره آن که یگان وقت اینجا خشکی بود چیزی نگفتند. حالا انا همین روایت عجیب درباره تبدیل وقت و نسل‌ها به یادم رسید. در بالای راغون آفتاب شعله پاشی می‌کرد. در آسمان لاجوردی جا جا پاره‌های ابر دیده می‌شدند. بعضی آنها به اشتر مانند بودند. گویا عزمی به راغون آمدن داشتند. از بلندی فرآمده به راهی وسیع قیرپوش که آن از دامنه کوهی که آب گرم واقع است ابتدا یافته در سریپولک به آخر میرسد داخل شده. این را از بالای آب لایچه گذشته مرا به سریپولک آورد. شما خوانش بدیعی را از روی اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجیف. پایان گفتار یکم.